وقت شما بخیر باشه. محمد علی سینایی هستم با گفتار دوم از فصل اول زیستشناسی سال دهم. خب، عنوان گفتار دوم گستره حیات است. با هم دیگه میخونیم و نکات مهم رو خدمتتون توضیح میدم و بخش‌هایی از جزوه‌ای که براتون تدوین کردم رو هم خدمتتون آموزش خواهم داد. زیستشناسی علم بررسی حیات است. اما حیات چیست؟ تعریف حیات بسیار دشوار است و شاید حتی غیر ممکن باشد. بنابراین معمولاً به جای تعریف حیات ویژگی‌های آن و یا ویژگی‌های جانداران را بررسی می‌کنیم. گستره حیات از یاخته شروع می شود و با زیست کره پایان می یابد. پس گستره حیات چیا رو شامل میشه؟ جانداران رو شامل می شود. میگه همه جانداران این 7 ویژگی زیر را با هم دارند. همه جانداران 7 ویژگی دارند. نظم و ترتیب. یکی از ویژگی‌های جالب حیات سطوح سازمانیابی آن است. همه جانداران سطحی از سازمانیابی دارند و منظمند. مورد بعدی از ویژگی‌های جانداران همیستایی یا هموستازی است. محیط جانداران همواره در تغییر است، اما جاندار می‌تواند وضع درونی پیکر خود را در محدوده ثابتی نگه دارد. مثلا وقتی سدیم خون افزایش می‌یابد، دفع آن از طریق ادرار زیاد می‌شود. مجموع اعمالی را که برای پایدار نگه داشتن وضعیت درونی جاندار انجام می‌شود، همیستایی یا هموستازی می‌نامند. همیستایی از ویژگی‌های اساسی همه جانداران. پس مجموع اعمالی که برای پایدار نگه داشتن وضعیت درونی جاندار انجام میشه رو میگن هموستازی یا همیستایی. مثلا گفته وقتی سدیم خون ما زیاد میشه، دفع اون از طریق ادرار زیاد میشه. رشد و نمو. جانداران رشد و نمو میکنند. رشد به معنای بزرگ شدن و شامل افزایش برگشت ناپذیر ابعاد یا تعداد یاخته است. پس رشد به معنای بزرگ شدن و شامل افزایش برگشت ناپذیر ابعاد یا تعداد یاخته هاست. یعنی علاوه بر این که یک موجود رو شما میبینید داره ابعادش بزرگتر میشه، یعنی رشد میکنه، رشد در سطح یاخته اینه که یا یاخته ها تعدادشون زیاد بشه یا اینکه ابعاد یاخته ها به طور غیر قابل برگشت چی بشه؟ بزرگ بشه. نمو یا نمو به معنی عبور از مرحله‌ای به مرحله دیگر از زندگی است. مثلا تشکیر گل در گیاه نمونه از نمو است. خب، پس رشد شد افزایش تعداد یاخته ها یا افزایش ابعاد، افزایش غیر قابل برگشت ابعاد یاخته. و نمو یعنی این که بخش هایی در یک جاندار به وجود بیاد که تا قبل از اون نداشته. مثلا یه نوع نمو در گیاهان گل دادن، در بعضی از جانداران مثل انسان ها میتونه نمو مثلا سیبیل در آوردن در پسران باشه. فرایند جذب و استفاده از انرژی. جانداران انرژی میگیرند، از آن برای انجام فعالیت های زیستی خود استفاده میکنند و بخشی از آن را به صورت گرما از دست میدهند. مثلا گنجشک غذا میخورد و از انرژی آن برای گرم کردن بدن و نیز برای پرواز و جستجوی غذا استفاده میکند. خب، توی این قسمت که عنوانش فرایند جذب و استفاده از انرژی هست، توضیح بدم خدمت شما اینه که فرض مثال شما گیاهان رو در نظر بگیرید، انرژی خورشیدی رو جذب میکنند، مواد مورد نیاز خودشون رو چی میکنند؟ تولید میکنند. اگر باز تو جانداران موجودی مثل انسان رو باز در نظر بگیرید، باز از انرژی مواد غذایی چی میکنه؟ استفاده میکنه. اگر باکتری ها یا بعضی از آغازیان باشند، خب مواد رو چی میکنن؟ از طریق سلول هاشون جذب میکنن. پاسخ به محیط. همه جانداران به محرک های محیطی پاسخ میدهند، مثل ساقه
گیاهان که به سمت نور چی میشن؟ خم میشن. زمانی که ما گیاه رو یک نقطه‌ای بکاریم، همیشه گیاه سعی میکنه به سمت نور چی بشه؟ متمایل بشه. یا پاسخ به محیط میتونیم خودمون باشیم. زمانی که آب بیاد زیر دست و پامون چی میکنیم؟ لباسمون رو میزنیم بالا، چکمه میپوشیم. هوا گرم میشه، کولر رو باز میکنیم. هوا سرد میشه، بخاری باز میکنیم. چون ما هم یه موجود زنده هستیم. تولید مثل: جانداران موجوداتی کم و بیش شبیه خود را به وجود می آورند. یوزپلنگ همیشه از یوزپلنگ زاده می شود. باز تولید مثله که حالا میتونه تولید مثل غیر جنسی باشه یا جنسی باشه، یا در باکتری ها مثل تولید مثل تقسیم دوتایی باشه، یعنی یک سلول به دو تا سلول تقسیم میشه و موجود مشابه خودش رو وجود میاره. یا میتونه مثل انسان حاصل جفتگیری بین موجود نر با موجود ماده باشه. این هم از ویژگی های چیه؟ جاندارانه. ویژگی بعدی جانداران سازش با محیطه. جانداران ویژگی هایی دارند که برای سازش و سازگاری در محیط به آنها کمک میکنند، مانند موهای سفید خرس قطبی که باعث میشه خرس قطبی داخل محیط برفی و یخبندان که محیط من سفیده استتار کنه خودش رو. خب بریم سراغ جزوه که برای شما تنظیم کردم. ویژگی های حیات یا ویژگی های جاندارانه که از نظم و ترتیب شروع میشه تا سازش با محیط.